سلام، به قسمت هفتم آموزش نرم افزار متاتریدر 5 خیلی خوش اومدید. قسمت‌های قبلی رو حتما برید ببینید. توی این قسمت میخوام در رابطه با بخش ویو صحبت بکنم. توی بخش ویو اولین قسمتی که هست لنگویجه که کلی زبونهای مختلف رو داره. فارسی رو هم پشتیبانی میکنه. از اینجا میتونید زبون رو به فارسی تغییر بدید اگه دلتون خواست. من الان میذارم روی پرشین. یه بار نرم افزار بسته میشه، یه بار باز میشه و خودش خود به خود زبون نرم افزار رو به فارسی تبدیل میکنه. اگر هم خواستید به انگلیسی برگردونید دوباره همون مسیر رو میرید، ویو، لنگویج و انگلیش رو میزنید و زبون نرم افزار به انگلیسی عوض میشه. قسمت بعدی قسمت تول بارزه که تیک تمام این سه تا گزینه خورده. مثلا تایم فریم هاست که اینجا تایم فریم ها رو بهتون نشون میده. این تیکش رو بردارید، تایم فریم ها طبیعتاً پاک میشه. حالا من اینو میذارم باشه. قسمت دوم بخش لاین استادیزه که این بیلبیلک هاییه که اینجاست واسه خط روند و کانال و اینا استفاده میکنیم. و استاندارد هم این بخش اول بود که الان میبینید کادرش از بین رفت. پس این سه تا کادر مربوط به اینا میشه. استاتوس بار اگه گفتید چیه، این پایینو ببینید، پایین نرم افزار رو نگاه کن. اینجا چارتای مختلفی هست، مثلا یو اس تی کد، پوند یو اس تی. شما اونو که تیکش رو برداری، استاتوس بار رو برداری، قسمت پایین پوند یو اس تی و یو اس تی کد از بین میره، غیب میشه که اطلاعات مهمی هم نمیده. حالا مثلا این پایین قطع و وصل بودن نرم افزار، دیتایی که رد و بدل میشه، یا هایولو کندل استیکا رو میبینید این پایین. وقتی من میرم رو کندل قیمت هایولو رو نشون میده. بخش بعدی مربوط میشه به چارت بار. چارت بار این قسمت جفت ارز هاست. میبینید جفت ارزهایی که بازه به من نمایش میده که اگه تیکش رو بردارم حذف میشه. بخش بعدی سیمبل هاست، نمادهای معاملاتی رو میتونید بیارید. این بخش بعدی مربوط میشه به دپت آف مارکت یا اندیکاتور عمق بازار که توی متاتریدر بهش نمیشه خیلی تکیه کرد. اینو بعداً مفصلا در رابطه باش توضیح حتما میدم. توی بخش ویو قسمت بعدی مارکت واچه که با کنترل ترکیبی و میانبر کنترل ام هم میتونید بیاریدش که لیست جفت ارزایی که روش میشه معامله بکنید رو بهتون نشون میده. من یه کنترل ام بزنم بره. و توی بخش بعدی دیتا ویندوه که اگر شما موست رو روی هر کندلی ببری، اون توی اون کادر سمت چپ اینجا بهت نشون میده که توی چه روزی این کندل باز شده، کجا تو چه قیمتی باز شده، بالاترین جاش یا سایه بالایش چه قیمتیه، تا کجا رفته، قیمت کلوزش کجاست و پایین ترین قیمتی که دیده کجاست، و همچنین حجم و اسپرد و اطلاعات دیگه. با اینم کاری نداریم، بریم سراغ با کنترل دی هم میتونید بیاریدش. این روبروش هم نوشته دیگه. بخش بعدی نویگیتوره که با کنترل ان هم شما میتونی بیاریش. مربوط میشه به اسیلاتورها و اندیکاتورهایی که روی متاتریدر نصب یا اکانت هایی که داری. اینجا میتونی ببینی چند تا اکانت داریم. اندیکاتورها رو نشون میده. اگه بخوای یه دونه اکسپرت جدید اضافه بکنی، مثلا اکسپرت مدیریت سرمایه اضافه بکنی، اینجا میتونی ببینیش. و همینطور VPS و استفاده های دیگه، مثلا وصل بشه به مارکت MQL. اینم جلوتر که بریم بیشتر ازش استفاده میکنیم، فعلا باش کاری نداریم. خب بریم سراغ بخش تول باکس یا کنترل تی که من اگر اینو بزنم این پنجره پایین باز میشه، اطلاعات حسابم رو میاره، بلنسم، اکویتیم، فری مارجینم که اینا رو جلوتر در رابطه باش توضیح میدم. اینجا اگه معامله بازی داشته باشید بهتون نمایش داده میشه، سواب، قیمت استاپ لاس، تیک پروفیت و اطلاعات دیگه. اینجا میتونید گرافتون رو ببینید. بخش هیستوری معاملاتتونه، چه معاملاتی داشتی روی این حساب، و نیوز و میل باکس و کلندر و الرت و اینا که فعلا ما باهاش کاری نداریم، ازش میگذرم. میریم سراغ بخش بعدی که استراتژی تستره، برای کسایی که میخوان استراتژی رو تست بکنن ولی
از اینم میگذریم. فعلا ما با این بخش اصلا کاری نداریم. ما استراتژی که داریم و خودمون میخوایم توی بازار اجرا بکنیم و تستش هم خودمون میگیریم. ما اصلا با این بخش فعلا کاری نداریم. ریپورت میشه همون استیتمنتی که شما توی مای افیکس بوک میبینی. اگه توی سایت مای افیکس بوک ثبت نام کرده باشی و حسابتو وصل کرده باشی، همونجا میتونی عملکرد حسابتو ببینی. اما توی خود متا هم این امکان در اختیارت هست که بتونی ازش استفاده بکنی. الان نمیدونم چرا واسه من احتمالاً چون تریدی نزدم روی این حساب ریپورتی هم برام نمیاره، ولی خب اینو کلوز میکنیم. جلوتر من بهتون نشون میدم. بخش فول اسکرین هم میاد اطلاعات اضافه رو از بالا پایین سمت چپ پاک میکنه. مثلا من اگه مارکت واچ رو داشته باشم اینجا و تول باکس هم داشته باشم، بذارید تیک فول اسکرین رو بردارم. الان همه چی رو میارم روی نرم افزار. یه دونه فول اسکرین بزنم تمام اینا از بین میره و چارت رو تمام صفحه به من نشون میده. اینم از آموزش امروز. منتظر آموزش‌های بعدی، قسمت‌های بعدی باشید. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب رو انجام بدید و تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.